سلام رفقا، به کانال بیران خوش آمدید. امروز اومدیم یکی از متفاوت ترین رویایی ترین جاهای شمال ایران رو بهتون نشون بدم. جنگل زرینگور روستای افراتختی که در علی‌آباد کتور قرار داره. اگه دنبال یه جای مه‌آلود و ساکت و پر از درختای کهنسال و طبیعت بکر میگردی، این ولاگو از دست ندید. بزن که بریم. خب دوستان، این همون جنگل معروف افراتخت است، جایی که درخت‌های با قدمت بسیار بالایی داره. وقتی بین این درخت‌ها بلند راه میری انگار زمان کند میشه. این جنگل فقط زیبا نیست، یکی از مهمترین رویشگاه‌های درخت سوختاره، یه درخت کمیاب و ارزشمند که قدمتش به 1000 سال میرسه. این چوبی هم که میبینید همون چوب سوختاره. زمین و جنگل شیب داره، باعث شده بعضی قسمت‌ها کاملا دست نخورده باقی بمونه. این روستایی که میبینید حدوداً 1550 متر بالاتر از سطح دریاست. واسه همینه حس میکنی وارد یه دنیای واقعی شدی که یه روستای کوچیک همون پایین میبینی. اگه خواستین شب بمونین، روستا اقامتگاه‌های بومگردی قشنگی داره. ویلا هم زیاده، ولی پیشنهاد من همیشه اقامتگاه بومیه. هم ارزونه، هم حس زندگی محلی رو تجربه میکنی. خب دوستان، این هم از سفر یک روز ما به جنگل زرینگور روستای افراتختی. اگه از این ولاگ خوشتون اومد، لایک یادتون نره، کامنت بذارید که دوست دارید دفعه بعد کجا بریم، و اگه هنوزم سابسکرایب نکردین همین الان انجامش بدین تا یک سفر دیگه. فعلا.